نیروهای آمریکا شب 10 میلیون چند هدف را در ایران بمباران کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور روز چهارشنبه گفت در صورت حاصل نشدن سازش صلح به ایران ضربه های بیشتر میزنند. ما به آنها حمله خواهیم کرد و این حمله ها بسیار کوبنده خواهند بود. فرمانده مرکزی نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه در یک بیانیه گفت که عملیات وقتی بامداد تهران به پایان رسید. در این بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس آمده است هدفها سیستم‌های نظارت نظامی، سامانه‌های مخابراتی و دفاع هوایی در سراسر ایران بودند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هنگام صحبت با خبرنگاران در ایالت فلوریدا گفت حمله‌ها تلاش برای مجبور کردن ایران به سازش و پایان دادن به مناقشه بودند. اگر لازم باشد که با بمب گفتگو کنیم، ما با بمب گفتگو خواهیم کرد و ما این کار را بسیار خوب می‌توانیم. رسانه‌های ایران از صدای ترکش‌ها در چند شهر کشور گزارش دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه گفت در پاسخ به حمله‌ها به 18 تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی کویت و بحرین ضربه زده است. ایران همچنین هشدار داد هر کشتی را که قصد عبور از تنگه هرمز دارد هدف قرار می‌دهد. رسانه‌های ایرانی از حمله به دو کشتی و به تمام بسته شدن تنگه هرمز خبر دادند. فرمانده مرکزی نیروهای مسلح آمریکا بسته شدن هرمز را رد کرد و گفت با وجود تهدیدهای ایران کشتی‌های تجارتی عبور از این آبراه را ادامه می‌دهند. عین زمان در لبنان درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله گروه تحت حمایت ایران ادامه دارد. مقامات لبنان تصدیق کردند که در پی حمله‌های هوایی اسرائیل در روز چهارشنبه در جنوب لبنان چند نفر جان باختند. یک روز پس از این ارتش اسرائیل گفت که 2 موشک در نزدیکی محل نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان سقوط کرده است.